بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم درس بعدی خود را با نام یاد پاک پروردگار و شاگردان عزیز و بینندگان عزیز. بازم خوش آمدین به ادامه درس to have verb. افعال داشتن که ما قراره که یاد کرده بودیم. افعال داشتن مالکیت را بیان میکنه و آنها سه دانه بودن دوست عزیزم. have, has, had. قسمی که در to be verb به شما با سه نگاه جمله جور کردیم. سوالیه، مثبت، سوالیه و منفی. حالا دوستان عزیزم، این جهت پرکتیس بیشتر است، جهت تمرین بیشتر است تا شاگردای ابتدایی ما بتانن جمله سازی را به شکل ساده یاد بگیرن. حالا ما چند جملات را ساختیم به شما دوستان عزیزم که ما چند جمله مثبت بر شما طرح کردیم، هم در زمان حال هم در زمان گذشته، که ما میتونیم توسط از اینا چطور جمله بسازیم دوستان عزیزم. ببینید خیلی ساده ما میتونیم با استفاده از سابجکت پروناونا که ما در انگلیسی داشتیم که 7 دانه بود، he, she, it, we, you, they, I، ما بتونیم با استفاده از اونها و افعال داشتن جمله بسازیم. قسمی که جمله اول اینجا مثبت یا جمله استیتمنت مثبت ما هست که ترتیب شده من برادر دارم. من برادر دارم. شما میدانین من را I میگه. خیلی ما به شما یاد داده بودم که به یادتان باشه به we, you, they و I have استفاده میشه. پس من را آی میگم. بعد از آی باید ما فعل را قرار بدیم. قسمی که گفته بودیم بعد از اسم خود یا ابجکت خود را همچنان کامپلمنت خود را قرار میدیم. ببینید دوستان عزیزم، سابجکت ما است من. پس من را به انگلیسی میگن I. وقتی میگم من برادر دارم این حال برای مهم است دوستان که داشتن مرا چی بیان میکنه. من خوانده بودم که I have که فعل مهم من دارم. چی دارم؟ brother. I have brother. من برادر دارم. ببینید دوستان عزیزم، ست جمله اول تکمیل شد. حالا در جمله دوم او سه موتر دارد. Oh my gosh. او سه موتر دارد. وقتی میگیم او دلالت میکنه به پسر دختر یا هی یا شی. شما میدانید که او را هم هی اگر مرد باشه هی، اگر زن باشه شی. پس میایم او مرد هی. سابجکت هی را قرار دادیم. دارد را ما گفته بودم براتون به he, she, it, has استفاده میشه. have استفاده نمیشه دوستان عزیزم، چرا که he, she, it مفرد است. حالا ما استفاده میکنم he has. چند موتر؟ سه موتر. 3 cars. چی میگیم؟ he has 3 cars. او سه موتر دارد. سه چون جمع است، کار گفته نمیتونیم، در آخر کار باید اس علاوه بکنیم. he has 3 cars. او سه موتر دارد. ببین دوست عزیزم، جمله دوم هم تکمیل شد. حالا میایم اینجا به جمله سوم. آنها یک قلم دارند. آنها چون ضمیر جمع است، من خواسته میرم بر شما یاد بدم که با اینا هم ما میتونیم. گفته بودم که به جمع ما have را استفاده میکنیم و مفرد ما has را استفاده میکنیم. حالا ببین دوست عزیزم، آنها they، ما خوانده بودیم که they آنها را میگن. they. پس آنها دارند شما میفهمین have. they have. آنها دارند. چی دارند؟ آنها یک قلم دارند. they have a pen. یا هم one pen ما استفاده میکنیم. آنها یک قلم دارند. آنها یک قلم دارند. آنها یک قلم. ما گفته بودیم subject و یادتان باشه دوستان subject, verb و complement یا هم object یا هم اسم یا هر چیزی را که در اخیر قرار بگیره. حالا ببینید ما دو استاد داریم. subject ما اگر و یادتان باشه ما را we میگفت دوستان عزیزم. ما دو استاد داریم با we have استفاده میشه دیگه. دقیق میدونید we have چندان استاد؟ 2 teachers. we have 2 teachers. ما دو استاد داریم. we have 2 teachers. ما دو استاد داریم. این هم دو جمله بعدی ما تکمیل شد. حالا میریم در شکل گذشته. ببینید دوستان عزیز، اگر بگیم او یک مارکر داشت، ما گفته بودیم که از had کار میگیریم چون شکل گذشته است. او میتونه مرد باشه زن باشه فرقی نمیکنه. ما استفاده میکنیم به طور مثال she داشته. چی میگه؟ بعد از she باید چی قرار بگیره؟ داشت. she had a یک دانه مارکر داشت. او یک مارکر داشت. she had a marker. she had a marker. شما ببینید در اخیر نقطه هم باید قرار بدید دوست عزیزم. او یک مارکر داشت. اگر ما استفاده بکنیم ما دو برادر داشتیم. ما
ما را به انگلیسی و یادتان از دوستای عزیزم که ما استفاده میکردیم از we داشتیم، برای we had استفاده میشد. We had چندانا برادر؟ Two brothers. We had two brothers. ما دو برادر داشتیم. ببینید دوستای عزیزم، جملاتی که تشکیل شده در شکل مثبت یا بیانیه هست. ما سه نوع جمله داریم. اگر ما بگیم من برادر دارم، پس میتونم سوال کنم یا دیگه نفر از ما سوال کنه آیا تو برادر داری؟ ببینید دوستای عزیزم، هم سوالی جور میتونیم، هم منفی و هم حالت بیانیه. پس سه نگاه جمله به یادتان باشه. ما نوع اولش را کار کردیم، دو نوع دیگهش مانده خیلی ساده ترتیب میشه که شما باید داشته باشین. subject verb complement. گفته بودیم در یک جمله سه موضوع مهم است: فعل و فاعل، فعل مفعول. و to have verb از جمله فعلای ماست که اینا ببینید کار را نشان نمیده، فقط داشتن مالکیت یک شخص را بیان میکنه. Thanks for watching. تشکر از مشاهدتان. خسته نباشید دوستان.